نیمه های آذر 1383 بود. نمیدانم من بد بودم یا او. خیلی مهم نیست. همیشه به دوستانی که سوال میکنند میگویم فرض کن پسر بد این بازی من بودم، چه فرقی میکند؟ شب سردی بود، خیلی سرد. باران می آمد، مثل بغض بود، یا شاید بغض من بود که داشت میبارید. من بودم و یک کیف کوچک پر از دفترهای شعر و یک پیراهن و یک کاپشن. پیاده بودم زیر باران. میخواستم که پیاده باشم زیر باران. از پیروزی تا کریم خان زند را پیاده آمدم، آرام آرام و قدم زنان. عجله‌ای نداشتم، کسی منتظرم نبود. رها بودم از بند و باروها. آمدم تا کلیسای مریم. ساعت شاید حدود 11 شب بود، درست همان روزهایی که سرما بیداد کرده بود. پارک روبروی کلیسا را می شناختم. مستراحی زیرزمینی داشت. رفتم آنجا و کس کردم و نشستم. سرما مغزم را منحل کرده بود. دوستان زیادی داشتم، اما چرا سراغ هیچ کدامشان نرفته بودم؟ انگار داشتم خودم را تنبیه می کردم. همین درست است، داشتم خودم را تنبیه می کردم. داشتم با خودم کلنجار می رفتم. بعدها که علی باباچاهی فهمید گفت مرد حسابی چرا نیامدی خانه من؟ گفتم لازم بود خودم را تنبیه کنم. آن روزها مجسمه حضرت مریم هم توی آن پارک بود. کمی کنار او نشستم، کمی قدم زدم، کمی بغض، کمی هم دوره کردن زمین و زمان. سرما بیداد میکرد. رفتم کنار مستراحی که چند پله زیر زمین بود. نشستم و تا صبح با فندک دست و پاهایم را گاه به گاه گرم می کردم تا مبادا یخ بزنم، بیا اینکه زندگی کرده باشم. دو یا 3 روز شد. ریش بلند، تکیده، گرسنه و آواره خیابان بودم من، اما رها از همه چیز و همه کس. آن شبها توانستم با قصه دختر کبریت فروش ارتباط بگیرم و همان شبها بود که به نوشته شکسپیر رسیدم که زیر لب زمزمه کرده بود این شب سرد همه ما را یا دیوانه می کند یا دلغک. زمستان داشت از راه می رسید.